بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دانش آموزای عزیز، دانش آموزان پایه نهم با ویدیو رفع اشکال کاربرگ نیرو مربوط به قانون دوم نیوتن در خدمتون هستیم که 5 تا سوال رو با همدیگه مرور میکنیم و کاربرگ رو حل خواهیم کرد. این کاربرگ مشخصاً از فرموله اصلی قانون دوم نیوتن پیروی میکنه و برای رفع اشکال این قانون هست. در سوال اول خواستیم که موتورسیکلتی با نیروی پیشران 600 نیوتن در حال حرکت جرم این موتور، ما پس F رو داریم 600 نیوتن و جرم موتور رو داریم 50 کیلوگرم. شتاب موتور رو گفته به دست بیاریم. F تقسیم بر M مساوی A، آنگاه F هست 600 نیوتن تقسیم بر جرم که هست 50 کیلوگرم که مساوی میشه با 12 نیوتن بر کیلوگرم یا متر بر ثانیه دو. همونطور که میدونید هر دو واحدهای کیلوگرم، نیوتن بر کیلوگرم و متر بر ثانیه دو هم ارز هستند و جای هم قابل استفاده. در سوال دوم خواسته شده که یک کامیون با جرم 1.5 تن و با شتاب 3 متر بر مجذور ثانیه، جرم رو میزنیم 1.5 تن، هر تن میدونیم 1000 کیلوه، هر تن 1000 کیلوگرمه، پس معادل 1500 کیلوگرم میشه جرممون. شتاب 3 متر بر مجذور ثانیه به یک مانع برخورد میکنه. نیرویی که این کامیون در لحظه برخورد به مانع وارد میکند F تقسیم بر M مساوی A، آنگاه با طرفین وسطی میفهمیم که F مساوی M ضرب در A، آنگاه F مساوی است با 1500 ضرب در 3 که مساوی است با 4500 نیوتن. واحدم که واحد نیروی دیگه، نیوتن باید گذاشته بشه. در سوال 3 یک لوکوموتیو باری به همراه 2000 کیلوگرم بار، جرم بار 2000 کیلوگرم هست. نیروی پیشران F مساوی است با 9 کیلو نیوتن که معادل 9000 نیوتن هست. شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه یا مربع ثانیه هست. یه نکته اینجا هست حواستون باشه، نیرو و شتاب برای کل قطاره، پس ما جرمی که به دست میاریم جرم کل قطار خواهد بود که مساوی F تقسیم بر A. چرا؟ چون F تقسیم بر M مساوی A فرمول اصلیه، پس آنگاه میتونیم بنویسیم F تقسیم بر A مساوی M. با حالت طرفین وسطین دوباره یه دونه کسر درست کردیم. آنگاه 9000 نیوتن تقسیم بر 2 در واقع متر بر مجذور ثانیه می شود 4500 کیلوگرم که باز تاکید میکنم جرم کل قطار M کل منهای M بار مساوی است با M لوکوموتیو که آنگاه 4500 منهای 2000 مساوی است با 2500 کیلوگرم جرم لوکوموتیو. این سوال تنها نکتهش این هستش که شما باید جرمی که به دست میارید و جرم بار رو ازش کم کنید، چون جرم کل رو ما در واقع به دست آوردیم. سوال 4 و 5 رو هم در این صفحه حل کنیم. به یک جسم به جرم M با وارد کردن نیروی F شتاب A میدهیم. F تقسیم بر M مساوی A. اگر نیروی قبلی را 2F کنیم، جرم را چند برابر کنیم X ضرب در M، مثلا X بشه 2 4 1 دوم هر چقدر، تا شتاب 3/8 برابر بشه. نیرو 2 برابر M چند برابر که 3/8 A. خب با طرفین وسطی میتونیم حل کنیم. طرفین وسطی کنیم 8 ضرب در 2F مساوی است با X ضرب در M ضرب در 3A. درسته؟
x ضرب در m که اینجا بود ضرب در 3a که تو صورت بود. چی رو میخوایم به دست بیاریم؟ میخوایم x رو به دست بیاریم. پس x مساوی است با 16f تقسیم بر 3am. درسته؟ x اینجا من این طرف که میشه 16f، این ور که 3amx، پس 16f تقسیم بر 3am میشود x. خب اینجا رو یه دقت بکنید. از اینجای مسئله دارم f تقسیم بر m مساوی a، یعنی جای a این f تقسیم بر m میتونم بذارم a. اینجا صورت مسئله ابتدا اینو به من گفته f تقسیم بر m مساوی a است، پس میتونم بنویسم 16a تقسیم بر 3a، a با a میره میشه 16 سوم. چی شد؟ جای f تقسیم بر m میتونم بذارم a با a میره و 16 سوم باقی میمونه. یعنی ای شما باید جرم و 16 سومه برابر کنی، واحدی هم نداره، یه ضریبه دیگه. سوال آخر از ما خواسته که در واقع جرم یک موتور شارژی رو که 7 کیلوگرمه، m مساوی است با 7 کیلوگرم، طی 13 ثانیه. اینجا یه گریزی زده به فصل قبل. دلتا تیمون 13 ثانیه است. جسم سرعتش v1 از 16 متر بر ثانیه رسیده به v2 29 متر بر ثانیه. خب a شتاب رو به دست بیاریم. v2 منهای v1 تقسیم بر دلتا تی که میشه 29 منهای 16 تقسیم بر 13 میشه چی؟ 1 متر بر ثانیه 2. پس چیکار کردیم؟ ما از فصل قبل میدونستیم تغییرات سرعت به زمان میشه شتاب. 29 منهای 16 تقسیم بر زمان که 13 بود شتاب شد 1 متر بر ثانیه 2. حالا F تقسیم بر M مساوی A، F مساوی M ضرب در A. پس F مساوی میشه با 7 ضرب در 1 معادل 7 نیوتن. پس اینجا که صورت مسئله نوشتیم، اینجا شتاب به دست آوردیم و اینجا هم که شتابو که داشتیم، اینجا اول 1، اینجا 2 محله 2، اینجا محله 3. شتابو که داشتیم نیرو تقسیم بر جرم میشه شتاب، نیرو میشه جرم ضرب در شتاب، جرم 7 کیلوه ضرب در شتاب که 1، نیرو میشه 7 نیوتن. خب اینم از حل کاربرگ نیرو برای قانون دوم. میتونید تو سایت پنا یا physics.ir این اشکال رو ببینید. امیدوارم که براتون قابل استفاده بوده باشه. فعلا خدا نگهدار.